بفرمایید. استاد عزیز، سوال یکمی ما همه که در همه باره سلطان اویسی قرنی هسته، بعد ابو ایوب انصاری دوتا همی شخصیتی که هستن، همیو در طرفای همو کلو بالاتر در همو طرفای یک بار رفتیم دیدیم در همو طرفا مزاراشون هسته. همی خیلی میگن مزارای برنامی همیو گذاشتگی هم همی دو شخصیت ده. ما میخوایم یکم بفهمیم که آیا همین شخصیت ها در همو جا هستن اصلا خودشون همو خبرای خودشون، یا اینکه نه. سوال یکم همی استاد عزیز. و دویم چیزی میخوام ذکر کنم، ما وقتی که همو طرف رفتیم دیدیم بسیار مردم که همونجا میروند با همو نیت یک زیارت میروند همون طرف ها، خب در همونجا طواف میکنن گردی قبری همون سلطان ویس قرنی که گفته همونجا یک قبری هم تا دراز در همونجا همه گردی همون دور میزنن هم خیلی. و در ابو ایوب انصاری هم نی مزار شکل گویا که در همونجا باشه، هم کلو بالاتر طرف یک ناحیه خوالینگ بود همون طرف بالا. مقصد آیا بسیاری مردم همونجا ما دیدیم که عملای شرکی و کفری میکنن حقیقتا. خواهش شما همه استاد که درباره همه دو شخصیت خب گپ میزدین میفهموندین که آیا همه کیان و عین حال خبرای همه در کجا ای که اوجا همو خبرها ساز کردن، زیارتگاه ساز کردن گویا که او در همونجا زندگی میکنن. و دیم چیز خواهش شما میگه که با مردم همه یک صحبت خوب دعوت خوب کنن که در همونجا همو عملای کفری و شرکی اوجا با چشمه ها بود از کیمچی همه خیلی چیزایی بوده که همونجا مردم میرن مبتلای شرک و کفر میشن. استاد عزیز طرفی کلا بالاتر یک ناحیه دیگر بوده است تا خوالینگ. بله خوالینگ تمام. بارک الله فیک. یک بروزی را اینجا به مراجعت به اهل خوالینگ میکنیم ایشون. بارک الله فیکم. البته پیش از شروع کردن میگم که نه این چنین نیست. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه صحابه بودند، وفات کننده 52 هجری و در همین حوزه ترکیه وفات کردگان، زیرا که پیامبر میگن تموت او بله تحت اسفار القسطنطینیه، میگن یعنی وفات میکنند در زیر اسبای قسطنطینیه. پیرانسال بودن به تگ 80 والله الان بعضی میگن، یعنی پیرانسال برآمده جهاد برافته در همونجا در فتح قسطنطینیه بیزنطیه وفات میکنند. و اویس القرنی هم البته که صحابه نبودند ولیکن در زمان پیامبر زنده بودند، اما پیامبر دیده نتونستند به سبب مادرشون 7 هجری وفات کردگی هستند و تابعین هستند. اصلشون از یمن است. در عهد رسول الله یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند. خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند خیلی که در صحیح مسلم است ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والده وكان به بياضه فمروه فليستغفر لكم. پیامبر میگن که بهترین تابعین این یک مردی است که او را اویس میگن. او یک مادر دارد، به سبب مادرش به نزد پیامبر آمده نتونست از یمن. وقتی که دیدید گفتن از او طلبی مغفرت، یعنی از او طلب کنید که در حق شما دعا بکنه غیر. و در این مسائل میگیم ولی این نفر هم در بارک الله فیکم انا همون در همونجا وفات نکردن. بعضی میگن در جنگ سیفین وفات کردن، در جنگی که بنی صوبا در عراق. اما مردم این قبرها رو در ببینید در تاجیکستان قبر ابو ایوب انصاری را ساختن، دروغ است. قبر اویس قرنی تابعین ساختن، دروغ است. این قبرها را رفته دعا میکند و عبادت میکند که کفر است و شرک است. و این چنین انسان ها کافر میشن. انا همون کسانی که میروند بسری انا همون قبرها در خوالینگ، در بالای کلوب خوالینگ گفتن جایی که در اینجا بگن قبر اویس قرنی هست یا سلطان گفته و اینو آن، و یا میگن قبر ابو ایوب انصاری هست
و بعد از این رفته او قبر را قبر مبارک قرار میدن. بعضی ها در گرد قبر طواف، بعضی ها از قبر طلب میکنند، استغاثه عبادت رو انجام میدن. طواف عبادت است که باید فقط در گرد خانه کعبه کرده شود. در غیر گرد خانه کعبه کردن، در گرد حتی قبر پیامبر کردن، این شرک است. اینها میروند در گرد قبر اویس القرنی یا که ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه در خوالین میکنند. قبر ساخته است. در درون قبر یا هیچ چیزی نیست، یا یگون آدم دیگر است، یا یگون نمیدونم چهارپا است. حیوان های هم بعضی میگذارند و به همین واسطه مردم گمراه میکنند. همین صوفی های غلط قبر پرست افسانه میسازند، با قبرها را کمتر درازتر میکنند که مردم قبر دیده در حیرت مونده سجده کنند. قبر برفته سجده میکنند. از قبر طلب فرزند، طلب برکت، طلب فرزند یا طلب کشایش کار و سلامتی، شفا، همه شرک اکبر است. الله المستعان. یا بعد از قبر برده نظرهای خود ذبح میکنند، نظر میکنند. همه این شرک اکبر است. و همه این چنین انسان هایی که به نزد قبر اویس قرنی گفته گویا یا به نزد قبر ابو ایوب الانصاری گفته گویا به خوابالین میروند، اینها مشرکینند. اگرچه نماز و روزه و حج و زکات میدارند، اینها مشرکینند. اینها باید از این عقیده شرکی توبه کنند و اعتقاد کنند که غیر از الله هیچ کسی را طلب شفا، طلب کمک، طلب نصرت، فریادرسی کردن و استغاثه کردن درست نیست و این شرک است. و به هیچ کسی نباید ذبح کنند. در گرد یگان قبر هیچ چیز نباید طواف کنند بجز کعبه. خدای الله این عبادت قرار بده. و همچنین اعتقاد داشته باشند که ان همین در گرد قبرها این عملها را کردن و قبرها را بوسیدن و سجده کردن و لیسیدن و طلب شفا کردن و فرزند کردن، این شرک اکبر است. و همچنین انسان ها مشرک گشته لا اله الا الله محمد رسول الله گفته توبه کنند و مسلمان شوند، وگرنه والعیاذ بالله، وگرنه عاقبت جهنم است. چقدر انسان ها حیات خود را سوزانیدند، چقدر انسان ها حیات این دنیا و آخرتشان را سوزانیدند به سبب این افسانه های بردروغ، خبرهای بردروغ. امروز در تاجیکستان منطقه نیست بجز این که یک قبر دروغین هست، یا نامش مسجد گذاشتن یا مزار هم بسیار، خیلی بسیار منطقه ها، هر منطقه به خودش یک مزار است. خصوصا منطقه هایی که صوفی ها در اونجا ریشه دوانده اند، پر از مزار، پر از افسانه است. حضرت علی قبرشون همونجا است، 40 دختران همونجا است. افسانه های از بوزک جنگلپا هم ناباورتر و سختتر، خنداورتر وجود دارد. قبر ابو ایوب انصاری صحابه رضی الله عنه که در ترکیه هست، گویا در تاجیکستان بوده است. قبر اویس القرنی تابعی رضی الله عنه که در عراق است، گویا که در تاجیکستان بوده است. هیچی گپا دروغ است. یک اگر باشد هم، اگر بناگاه این قبرها را مثلا مدینه رفتید، در مدینه قبر پیامبر است، چیکار میکنید؟ پیامبر افضلتر از ابو ایوب انصاری بودن رضی الله عنه، افضلتر از 1000 مراتب از اویس قرنی یا دیگر صحابگان هستند. قبر پیامبر معلوم است در مدینه است. اگر به نزد قبر پیامبر رفتید پس چیکار میکنید؟ سجده کردن به نزد قبر پیامبر کفر اکبر است. طلب دعا کردن از پیامبر رفته شفاعت طلب کردن کفر اکبر است. اگر به قبر پیامبر رفته سجده کردن، ذبح کردن، طواف کردن و از پیامبر طلب دعا کردن، طلب فرزند کردن و برکه و اینون کردن کفر اکبر باشد، شرک اکبر باشد، پس غیر پیامبر من باب اولا هست که این عملها را کردن کفر اکبر است، شرک اکبر است. ای مردم به خدایت، الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه الذين تدعونه من دون الله عباد امثال لكم ان تدعوه
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. آن انسان‌هایی که در قبر هستند و شما اونها رفته از اونها طلب میکنید، بدانید که یا اونها را عبادت میکنید، از اونها طلب میکنید، اونها به ذبح و طواف و شفای و این آن طلب میکنید، بدانید که این بنده ها مثل شما یک بنده است. یعنی در درون قبر بوده ها اینها یک بنده مثل شما است. عباد امثال لکم، الله میگه همون صحابگانی که بودند مثل شما یک بنده الله است. تابعین مثل شما یک بنده الله است. یک اولیا، یک آدم خوب مثل شما یک بنده الله هستند. اگر شما رفته میگه دعا کنید، سر این قبر رفته طلب بکنید، اصلا اولا اینکه دعای شما را نمیشنوند. خیلی که الله در قرآن با در جای دیگر میگه وما انت بمسمع من في القبور انك لا تسمع الموتى. تو مرده ها را شنوانیدن نمیتوانی، در قبر بوده ها نمیشنوند. الله میگه در این آیت میگه ولو سمعوا، اگر بناگاه مرده هایی که در قبر هستند شنوند هم، هرگز طلبات شما کرده رو، دعاهای شما کرده رو اجابت نمی کنند، قبول نمی کنند. یعنی برآورده نمی کنند، طلبات های شما رو برآورده نمی کنند، خواسته های شما رو برآورده نمی کنند. نمی توانند، از دستشون هیچ چیزی نمی. و روز قیامت وقتی که می شود، همون کسایی که شما به سر قبرش رفته سجده کردید، دعا کردید، از او طلب کردید من شفاعت کن، من به فرزند، من شفات، در حق من به الله دعا کن، اینو آن گفتید، روز قیامت به شما کفر می‌ورزند، شما را انکار میکنن، روتون به تف میکنن. پس دعا کردن غیر الله شرک است، دعا عبادت است. ذبح کردن به غیر الله به سر قبر و زیر پای کدام شرک است، زیرا که ذبح عبادت است. طواف کردن به غیر خانه کعبه شرک است، زیرا که طواف عبادت است، به مانند سجده و رکوع عبادت است. سجده کردن به غیر الله به قبر و درخت و مزار و اولیا شرک است، زیرا که سجده کردن عبادت است که این عبادات تنها باید به الله سبحانه و تعالی کرده شود. طلب شفاعت کردن از غیر الله شرک است، زیرا که همه شفاعت از آن الله است. همه شفاعت از آن الله است. هیچ کس شفاعت کردن نمیتواند غیر از الله. تو شفاعت رو از غیر الله طلب کردی، خصوصیت الله را به غیر الله دادی و همینجا شرک است. غیر الله را به الله برابر کردی، انا این شرک است. قبر پرستان الله را ترک کردید، به قبر رفتید، الله را به قبر شکایت کردید، به خاک و قبر باور کردید، انسان مرده باور کردید، اعتماد کردید، اما به الله باور و اعتماد نکردید. انا این شرک است. خصوصیت های الله را، همون چیزهایی که غیر از الله هیچ کسی قادر نیست، رفتید از مرده طلب کردید، مرده را برابر الله کردید، این شرک است. این چنین انسان ها مشرک. هر کسی به مزارهایی که در خاولینگ است، به مزاری به نام ابو ایوب انصاری گفته می رود یا اویس قرنی گفته می رود و در اونجا کارهایی که می کند، از این نمود شرک ها مشرک است. زیارت رفتن به این چنین مکانها حرام است، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. مخصوص به خاطر زیارت سفر کردن درست نیست گفتند مگرم به 3 مسجد، یا به خاطر مسجد فضیلت دارد. مسجد اولینش حرام در مکه که یک رکعت نمازتون 100,000 رکعت است، یا مسجد در مدینه که یک رکعت نمازتون 1000 رکعت است، یا مسجد در فلسطین که بیت المقدس مسجد قبله اولی مسلمان که یک رکعت نمازتون 500 یا 250 است. اما به دیگر جا به خاطر زیارت برآمدن به مزار و قبر و این آن مکانها بدعت است، ضلالت است. حالا شرک نکرده، فقط به خاطر زیارت رفتن بدعت است. رفته قرائت کرده بخشیدن بدعت و ضلالت است. اما رفته طلب کردن و طواف و سجده اینا شرک اکبر است.
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر الله کسلی و مریضی را بدهد، غیر از الله هیچ کسی از تو این کسلی را نمیتواند که برطرف کند. شفا دهنده تنها الله است. به خاطر شفا یافتن به سر قبر رفتی، الله ترک کردی، مشرک شدی. تو باید از الله طلب شفا میکردی. الله میگه که غیر از من دیگر هیچ کسی به تو شفا داده نمیتواند. از الله طلب کن. سبحان الله. در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی میگه که آنهایی که غیر از الله سبحانه و تعالی اله دیگری را دعا میکنند، لا برهان له به الذين تدعون إلها غیر الله. آنهایی که دعا میکنند اله را غیر الله. یعنی انمی دعا کردن این عبادت است. هر کسی را غیر الله رفته از سر او از او طلب کرده، پس او را اله گرفته. هر کسی که از غیر الله یک چیزی را طلب میکند، همون غیر الله را به خودش اله گرفت. به زبان تاجیکی میگن خدای خودش کرد. لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. هیچ برهانی ندارد، هیچ حجتی ندارد، هیچ دلیلی ندارد. حساب کتابش در نزد الله است. الله کافران را هدایت نمیکند. پس هر کسی که از غیر الله رفته، از قبرها، از مرده ها، از مزارها یگان چیز طلب کرده دعا میکرد، کافر است. خودی الله در اینجا گفته است کافران را الله این خیلی آدم کافر است. آیتی که پیش از این خوانده بو همین است. اما خیلی که الله سبحانه و تعالی خبر میدهد، همون قبر پرستا، همین مشرکین اینقدر گمراه شدند، اینقدر آنها را شیطان زینت داده است، گمراهیشان را، شرکشان را، کفرشان را، که باز همین راه کفری را، همین شرکی راهشان را حق میشمارند، عبادت میشمارند، سخنهای حق قبول نمیکنند، خودشان را هدایت شده میگویند. ما میگن در هدایت هستیم. الله در قرآن میگه هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. آیا خبر بدی هم میگه الله سبحانه و تعالی از اون کسانی که از همه خسارت زده ها، بنکرات شده ها، از همه زیان دیده ها خبرتون بدی. آنهایی که در این دنیا همه حرکت و کوشش و سعیشان بیهوده است، گمراه گشتگی است، همین در دینداری گمراهند، ولی فکر میکنند که اینها هدایت یافتگانند. آنها در نزد الله کافر و مشرک و گمراهند، اما آنها خودشون فکر میکنند که ما هدایت یافتیم. اینا کافرانند. در آیات دیگر الله سبحانه و تعالی فریقا هدى و فریقا حقت علیهم الضلاله الذين اتخذوا من دون الله الذين اتخذوا الشياطين اولیاء ويحسبون انهم مهتدون. شیطان اولیای خود گرفتند، قبر پرستی، کفر، شرک میکنند و باز همچنین گمان میکنند که آنها هدایت یافتگانند. یعنی مشرکینی که قبر پرستند خودشان را هدایت یافته میگویند، زیرا که شیطان آنها را فریفته میکنه. پس ما مراجعت میکنیم به این کسانی که در خوالینگ هستند. مراجعت ما به شما اهل خوالینگ است. از این قبرها دوری جویید. این قبرها شما را به بدبختی و ضلالت میبرد، به کفر و شرک میبرد. دوری جویید، قبر پرستی را ترک کنید. دین شما یکتا پرستی است. پیامبر به خاطر همین آمدند که لا اله الا الله محمد رسول الله بگید، نیست یگان معبود برحق بجز الله بگوید. نیست معبود برحق بجز الله. یگانه اله، یگانه معبود برحق این کی است؟ الله است. از الله طلب بکنید هر چیزی رو که میخواهید. اذا سألت فاسأل الله، هر کمکی که میخواهید از الله طلب کنید. اذا استعنت فاستعن بالله، هر روز در نمازتون میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را میپرستیم ای الله و از تنها از تو طلب کمک میکنیم. شفا دهنده الله است،
نجات دهنده الله است، حی القیوم الله است، شنوای بینا الله است، تو را میبیند میشنود، در بالای عرش است و به علمش و به قدرتش همه از همه ما با آگاه است. شفا دهنده، شفاعت کننده، هدایت کننده، رزق دهنده الله است. این صفت ها رو به غیر الله ندید، به الله بازگردید، به سوی الله بشتابید، به دینی انا همون نابی که رسول الله آوردن بشتابید، به سوی حق بیایید، درس های توحیدی را گوش بکنید، کتاب های توحیدی که ما کردیم گوش بکنید، وگرنه والله عذر نداره. این صحبت های ما به شما میرسد، شما در روز قیامت رفته گفته نمیتوانید که ای الله ها ما قبر پرستی کردیم، هیچ کسی به ما خبر نداد، هیچ کسی ما را راهنمود نکرد، هیچ کسی به ما نگفت که این عملتون کفر است و شرک است. ما به شما گفتیم، ما به شما گفتیم. اهل خاورینگ یا همه ای کسانی که در منطقه های گوناگون تاجیکستان به قبر و مزارها دل بسته اید و به عبادت اونها مشغولید، ترکشان بکنید. اله شما الله است. طواف کردن در قبر یعنی قبر پرستیدن است. دعا کردن از قبر یعنی قبر پرستیدن است. ذبح کردن به قبر یعنی پرستیدن. انمین است شرک، کفر، ضلالت. انمون مشرکین قریش، ابو لهب، ابو جهل که پیامبر آمدند و گفتند که ابو لهب کافر، ابو جهل کافر. ای مشرکین قریش شما کافرید. گفتند برای چی؟ برای که آنها بین خود و بین الله واسطه گرفتند. لات، منات، عزا، بتها. این مشرکین میگفتند که ما ایمان داریم به الله، الله یکتا رزق دهنده، الله یکتا خالق، الله یکتا مدبر، تنها و یکتا الله را از جانب ربوبیت ایمان داشت. اما بین خود و بین الله واسطه گرفتند که الله میگه الذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آنهایی که غیر الله به خودشون اولیا گرفتند، یعنی بت‌ها را، قبرها را، چیزهای دیگر را، آنها میگفتند که ما این بت‌ها را عبادت نمیکنیم، ما فقط اینها را برای این عبادت میکنیم که بین ما و بین الله واسطه باشد، ما را به الله نزدیک کند. یعنی همون مشرکین قریش که پیامبر آنها را تکفیر کردند، الله این کار نکردند، فقط بین خود و بین الله واسطه های باطل گرفتند. چرا که امروز شما قبر ابو ایوب گرفتید رضی الله عنه یا قبر اویس قرنی رضی الله رحمه الله را بین خود و بین الله واسطه میگیرید، قریشی ها هم هیکل ها را بین خود و بین الله واسطه گرفتند. الله گفت که الله حکم میکند به بالای شما در روز قیامت در اون چیزی که اختلاف کردید و الله کافران را هدایت نمیکند. الله خودش اینها را کافر گفت. توبه کنید، به دین الله بازگردید، لا اله الا الله چند زنید. قبر پرستی طاغوت پرستی است. تا زمانی که به این طاغوت ها کفر نورزید، تا زمانی که از اینها دور نشوید، شما مسلمان نمیشید. الله سبحانه و تعالی شرط مسلمان شدن را در قرآن چی گفت؟ فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. همان وقت تو مسلمان میشوی که تو کفر ورزی به طاغوت. طاغوت چیست؟ هر چیزی که غیر الله پرستیده میشود طاغوت است. قبرهایی که شما بزرگ شماریدید، بزرگ کردید، رفتید به نزدش زیارت های شرکی و کفر میکرد، انمی طاغوت است. تا زمانی که از این قبرها خودتون دور نگیرید، عبادت این قبرها را ترک نکنید، از این عبادت کنندگان این قبرها بیزاری نجوید، از این شرک کفر دور نجوید، بیزاری نجوید، براءت نکنید، شما مسلمان نمیشید. انمین است اسلام اگر نجات خواهید. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. این بود یک مراجعت ما با اهل خوالینگ.